برایم طرف آموزش. در نخست شما باید وارد براوزر یا همان گوگل موبایلتان شوید و در قسمت سرچ آی پی راوترتان را بنویسید که معمولاً آی پی راوترهای هواوی 192.168.100.1 می باشد. زمانی که شما آی پی تان را سرچ می کنید، برای شما یک صفحه لاگین باز می شود که در این صفحه لاگین از شما یوزرنیم و پسورد می خواهد که یوزرنیم و پسورد تان شما می توانید از عقب راوترهای تان دریافت کنید که معمولا هم یوزرنیم و پسورد راوترهای هواوی روت و ادمن می باشد. زمانی که یوزرنیم و پسورد ما را وارد می کنیم، بالای دکمه لاگین فشار می دهیم. زمانی که بالای دکمه لاگین فشار دادیم، ما وارد راوتر ما می شویم یا هم بر راوتر ما دسترسی کامل پیدا می کنیم. در این صفحه که برای ما باز شده، شما می توانید ببینید که یک آیکن یا هم شکل راوتر می باشد که در قسمت بالایش هم یک شکل آنتنا، یک آنتن می باشد. زمانی که بالایش فشار دهید، برای شما یک صفحه کوچک باز می شود که در قسمت اول یا در خانه اولش SSID یا هم اسم راوترتان می باشد. شما از این قسمت می توانید اسم راوترتان را تبدیل کنید. در قسمت دوم پسورد یا هم رمز راوترتان می باشد. شما از این قسمت می توانید رمز راوترتان را تبدیل کنید و زمانی که رمز یا هم SSID را تغییر می دهیم، بالای دکمه سیف کلیک می کنیم و همان رمز جدید یا هم SSID جدید ذخیره می شود. بسیار خوب. در قسمت پایین یک آیکن یا هم شکل موبایل دیده می شود. زمانی که بالایش کلیک کنید، برای شما یک صفحه باز می شود از اشخاص یا هم آی پی هایی که در وای فای شما وصل شده است. در این قسمت شما دیده می توانید 8 موبایل فعلا وصل است و بالای بقیهشان آفلاین نوشته است و آفلاین نوشته است یعنی اینا در وای فای فعلا وصل نیستند. و ما به طور مثال یکی از این آی پی ها یا یکی از این اشخاص را بلاک میکنیم. در قسمت چپ بالای دکمه آبی اد بلاک لیست فشار میدهیم و همان شخص یا همان آی پی مورد نظر بلاک می شود. و در قسمت دوم شکل یا هم آیکن کامپیوتر یا دسکتاپ که نشان می دهد چند دیوایس یا چند نفر توسط لاین یا هم کابل اینترنت RG45 وصل شده که در این قسمت فقط یک دستگاه وصل شده است که فعلا هم آفلاین است، یعنی فعلا با کیبل هیچ کس وصل نمی باشد. بسیار خوب. معمولا اشخاص را که ما بلاک می کنیم از قسمت لیست که برای ما همیشه ظاهر می شود یا هم زمانی که بالای آیکن موبایل می زنیم لیست که ظاهر می شود در این قسمت نمی باشد. پس ما چگونه باید آن شخص یا همان آی پی را دوباره پیدا کنیم و به دلیل نیاز از بلاک خارج کنیم؟ شما در قسمت چپ بالای Advanced Configuration کلیک کنید. بالای Security Configuration و بعد از او بالای وای-فای مک آدرس فشار دهید و شما در این قسمت دیده میتونید همان شخص یا همان آی پی که بلاک کردیم را در این قسمت مشاهده میکنید و با سلکت کردن و فشار دادن دکمه دیلیت و اوکی شما میتوانید این شخص را دوباره انبلاک کنید یا هم از بلاک خارج کنید.